سلام صبح همه شما دوستان عزیز و ارجمند بخیر. امیدوار هستم یک روز شاد و پر انرژی را آغاز کرده باشی. امروز به سلسله دیگر ویدیوها یک ساختمان جدیدی را که شما میبینیم ما همین لحظه در تدابا یا در اسلوان ما فعلا قرار دارم. ساختمان را ببینی، این به زبان تاجیکی سپلش نایف فوندامنت میشه و ما را چی می با زبان انگلیسی میشه مات فاندیشن. دیگه حال ما در کارهای تداباییم. تدابا را مکمل کارش شما میبینی جریان داره. دیگه این دیزاین کمپانی ما هست و ما این دیزاین کردیم که ما انشالله نماها و پلانایش در داخل شاپینگ سنتر هرکولیس الان میرم و شما میگیرم و اصل نماهای ساختمان هم شما میبینی. و این ساختمان بسیار زیبا هست. انشالله وقتی که همه کارش تمام شد ما از این به شما فیلم گرفته و میفرستم. ساختمان ها پیش رویش که میبینی دریاچه هست و این دریاها به بحیره بالتیک وصل میشه و با این پیش رویش به طرف جنوبش یک شاپینگ سنتر است. همین لحظه ما در شاپینگ سنتر قرار دارم و در فعلا ما در بام یا چردک میفتیم یا سقف فعلا ما سقف قرار دارم. اینجا پارکینگ است و این ساختمان هایی که الان ما شما میبینی این ساختمان های پیشنیام قبلا دیزاین توسط کمپانی رمل گروپ شده بود و شرکت ما و او ساختمان های کمتر دورتر نشان هست. این ساختمان ها البته این کار ما نیست، کار یک شرکت دیگه ای است که من انشالله از اون به شما فیلم میگیرم و فیلماش دست شما دوستا قرار میدم. دیگه آمدم امروز یک کمتر شاپینگ کنم و خواستم به شما این ویدیو کوتاه را بگیرم و در چینل استاد پرویز خوجایی برگزاری میشه و شما ببینید. الان اینجا خزان است دیگه، همه چیز داره ضبط دیشه. دیگه امیدوار هستم که این خزانه ها میره زندگی شما خزان نشه و همیشه بهار باشه و بهار در یک فضای بهاری زندگی کنی. شما را به الله بی نیاز میسپارم. روزگار خوش. خداوند مددگارتان باشه. خداحافظ.